گیرلک همون پیکنیک بیا. گیرلک همون پیکنیک بیا. چه کاره تو؟ چرا گریه میکنی؟ چرا گریه میکنی؟ ما مادر خودت کردم من میرم به شهر خوب میرم. مبارک باشه. من میترسم شوای جگه من میترسم یک کم دق شد و میرم به شهر خوب میرم. اشته یکی آخه و تا همیسید موتر ما و تو خودی هم اشته یکی تو. من مادر خودت کردم من دق شدم تی میترسم میرم. بس تک دو روز سر از دگان خودم میریم دیگه مادر خود یاد کردم. حال شما میریم و مزار میریم یک ماه میانه 5 شب برای ما. حال میایم دیگه میایم کجا میریم میایم دیگه 5 6 10 شب میشه میایم دیگه. تو نگفتم ما مسافرت میریم به کابل به مزار به هر جا میریم خودت تو. من میترسم من میرم مادر خودت کردم. به نیم کالرا ما یله میدی میری؟ اینجا کجایه؟ غزنی. غزنی؟ غزنی میرم من پیاده میرم مثلا آقا. پیاده از اینجا 3 4 شب راه تو رفته میشه. آره میرم میری بس حالی نمیسته که گیلک بس تکک تو حالی نمیسته که میرم بیا تو برارم تو رو اینجا خودی خود شاگرد کردم به این موتر برد 6 7 هزاری تو به تو میدونم خودی تو به چکر زده میریم همین جگاه جا تو گرم نون او تو سوادی تو تیار به تا موتر انرژی هست هر چیزی هست تو خم هست بدیدی همین جگاه نرو خودی تو میریم با ما مزار پس میایم میریم به ایران ساعت من خونک میکنم و در همینه شما بگین تاشو برو تایران سایکو میام میبینه تاسید بی مالته میده یک مالته به من میده من گناه دارم من گناه دارم ای خودی چایا شیر پر نمیخوره به من دشمنه میده همین مالته ها تو همه تو خفه چی میگه نه با خودم دهل مدارم هرچی میام میبینه تاسید بی مالته میده شیر پره میخوره به من دشمنه میده خیره بابا تو شیر پره هم میدم مالته هم میخورم تو خاطر شکم خوب پس میده سلامت دونه من میترسم میشه گم شو بیرو من ایلا شهر شو میشه به راه میرس بس تکک تو بیا تو که با تو تو بیا تو که با تو بیا که پول هم بودم با تو پس بیا که بیا تو که با تو بیا این موتر حاله این موتر حاله نیست خراب تو ما همین دیله میتونی میری بیا تو اشتو که بلا تو افتادم گیل عرصه فهمیدی تو نمیاد ما میترسم من نمیستم این موتر حال خراب ما همین جگاه هله میتونی من میرم به شهر خوب بهش مادر خوب بیار خوب حالا هیچی دیگه نمیسته که نه کرای من اگه نمیده من پیاده میرم پیاده رفته میشه تو به سامانه میرسی برو بالشت خورختا خور بگیر وردرک برو آنی ازری په پول برو همین جگاه اونه بسر همین جگاه دام ترمیناله برو به موتورا بشی برو به ایراد برو موتورا چی بگو؟ موتورا 580 چی؟ موتورا ایراد تو برو همین جگاه بگی به ایراد میرم تا ترمینال دوروری اثر کله تو میفهمم برو بالشت خورختا خورم ورد برو من تیرم بیزارم برو مار به یک بلای نندازیدی اوش کو که حال خور میندازونی تاکو بالشت خورختا خور خوب آره تبی سب این پولا چی شد؟ اینا رو که من مدام جا و می سر جای یا مقدار اینا کجای معلوم بود چطه شد این پولا؟ کارم همی گیلک نیه جا پولا معلوم بود هی بابا بود پولا
باش که من به پیار عزیزانگه بزنم. وای 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 وای. بله سلام علیکم. خوبه بخیریم. تو برار گیلاکی من خلیفی گیلاکم ها گیلک؟ نه لالا طالب به سر نماده گیلک. او رو غزنی پین کردیم بیامده. خدا را چه ویله میکردیم طالب که به سر نماده. برارمه تو همی گوشیر بور بده به دست پیار خو همی برار تو گیلک همین جگا به غزنی رسیدیم ما موتر همینجا خراب استاده شدیم میبینم گریه میکنه گیلک چکار شده هیچی ما مادر خود یاد کردم ما چون مشو میترسم چکار و فلان اول به پیار تو بگفتم این گیلک نه ری نکو خودم کی حال این کارا نیه که به اینجا با مسافرت بره ایر بیامده این جگا که ما گریه میکنم بالاخره هر چی ورز التماس گیلک نرو چکار و فلان وخت بیامد یک از پول رنبری از این بدادم این ری کردم بالشت و پرختا خورم وردش حرکت کرد دمه که بیامد حال اردایی و سعی میکنم که پول بکار شده که وردارن که موتر به مستری و اینا بودم سعی میکنم که 9000 پول منیه این بچه شما این پولا رو وردشته ما با پیار خو بگو گوشیر بور بده به دست پیار خو که من خودی پیار تو گپ زنم 9000 پول یعنی 9000 پول وردشته بیامده یعنی دوست بوده برار مگیلک من چی لالا باشه ما پیار خو بگم ها 9000 پول وردشته نبی آمده با ایراد متوجه باشین که پولار اپیشی بستونین که من پیار تو پولار میستونم سیه خوبه سیه پولار بود گیلک وای 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 ای دمه که گریه میکردی تو مدت دیشتی تو مقصد دیشتی که تو گریه میکردی تو پولار بدیدی که من قایم کردم اونا رو بردیشتی برفتی بیامدی؟ بابا من کو اصلا همی گپ خلیفی گیلک نفهمیدم خود چگاه شد؟ میفهمی چی میگه؟ میگه که همی گیلک به غزنی به گریه شده خودی من جنجال کرده که من میرم به سراخ و به ایرات میرم که ما به اینجا میترسم شما میترسم اینجی هنه بابا گفت تک بزو 1000 پولم بدم پولا کرایه و که برو به ایرات برو خیر نست تک برو پولا کرایه رو بده یک دم نگاه میکنه که از تا سرش بوش موتر 9000 پولم بجونده 9000 پولم بجونده؟ بگیر خود گپ زنیم بگیر روش سه چی بله سلام علیکم برادرشان تیار جانجوره خیر خیریه شکو گیلک چه کار کرده؟ یعنی به غزنی به گریه شده که من میرم به ایراد میرم یعنی 1000 کرایه رم بدادیم این 9000 پولم وردشته بابا جان بچه من دوست نیه برا خوبه کردم تو بال که بیراد نموده یعنی شما مطمئنه که 9000 پول تصویر جول موتر وردشه بچه من یعنی شما مطمئن هستی
خب باشه بیا بیرون بیا با خود کم تال کنم آمدن ساعت 11 بجه تال ناماده خداحافظ تو سعی کو تو این رای کردم که حساب کو شاگرد کردم که پول پیدا کنه خب یک پیرم سرپا درستی نرم خدای مسلمون 9000 روپیه پولم عطا سویت بود موتر منطقه وردشته ولی پول رو چه کار کنه؟ چه خبر دارم جا خوبه گرمه ساکو تو استوده میه تو هم بوده فکر نکردی آخرم سعی که 9000 پولم وردش عطا سویت بود موتر یک سفرم سرپا درستی نرفته که یک دفعه ارمان به دلم بموند که خلیفی به من زنگ نزده باشه که به یک جای رای کردم چی فهم بابا شاید این کنم تو آدم هم نبوده شاید هم پول وردشته باشه راست میگی خلیفه چی کار کنم من دیگه چی خاک بستی رو صرف کنم تا به کی دیگه من بزدی بگم من که رنج شدم چی بکاره اونجا گوشه و میترسیدم دق میشدم یک دم خدای نکرده زوف میکردم والا گیلک رو بیامدم بیام دیگه گیلک اونجوره خیلی شکر اول خوبه اونجوره شکر زنده چی 5000 که بیاری دیگه بابا من رفتیم اینجا گفت همین تا خونوک نیه همین تا خونوک که تا آدم خوش میشه باز برف باباره با برف نبرید همین تا بارش که چی بگم خوب شد بیاری اینجا دیگ میلرزیدم یعنی اینجا هردم ای چیز میکنه بعد همه چون من موتر بر راه میرم میگه بعد تاشو تو خودمو اول برسه که موتر سیکو چه دوبار موتر سیکو که موتر پنچر نباشه از دروغ با من میگه برو تکو موتر پنچر نباشه با میام میبینم موتر بیش مالته میخوره یک که میگیره اونجا میره اونجا پسته میستونه خسته میستونه بادم میخوره بادم میستونه به جلو موتر میگذاره با من نمیده خیلی خنک بود نه برو که تو یخ نزنه چند پول آوردی خود گپ بزن پول یک از خلیفه بدادن 6.5 ساعت بدادم 6 ساعت بدادم موتر انا امو موتر کتنیه انا بجنا دادم بیامدم انا باز به طرف گوشنه شدم با موتر بستادک انا با اونجا برفتم بخور کسکو امو انرژی خریدم انا بخوردم خوب 160 بمون خالص 160 خالص بمون خاطر خنک کم دیانه نه برو که تو یخ نزنه برو یا نانه نانه نیا کجا رفتم سر خاله بابا کجا بابا بالا بوم بند تانکر سوراخ شده بیا بالا بوم کجا بیام بالا بوم بیا بدم کیف خو بیا خیلی کوتاه خود خیلی کنم نمای خیلی کنی چه اینا با بالا بوم کجا ببرم این بالشت منه گرفتای گفتم همه سیاه شد بخزا بیا ما میرم بالا بوم اگه نمیدونم بالا بوم بابا کمی بدرش شلنگه تایی بابا آن خود کلیکوتا خو بیامده خوب چکاش بیامد همین که شلنگ ما تایی و در کنم سولاخ هم بوش دو بیامدی بخیر سفرها شما بخیر نه سرفی دو یعنی روزم بیده کمی خلیفاتو به من زنگ نزد که تو هم یک روز بهم سفرم بری به سرپا درست بری بیایی باپا خودم خلیفا خوب بابا بفهم چی گپه چه کاره؟ ما برفتم اول رامی تبارشه خوب همین تو بارشی بود که چی بگون خنک بود ماست برف بباره با برف نبرید خوب انا
هر دم با موتر به رفتار میگه تو می تو موتر را میره تو تایم داخل سه چهار بر موتر که پنچر نشه خراب نشه مچو چه کار نشه ما تام شدم می تو 5 دقیقه را برات موتر میدویدم میخونی کی بابا میامد سعی میکنه تا صد موتر بوی مالته خب بوی کله کلا و مالتار میخورد یک خود میخورد انا به من یک لقمه نمیداد شیرپره میخرید بابا میگیری به من دشمله بداد به من دشمله میداد خود شیرپره خود چایا میخورد عرفان خود چند پول آوردی خود خوب یک کات گیلک چند پول آمده آوردی پول آه پول 1000 بداد من به گریه شدم اینجا 1000 ما بداد کرای من چه شد خرج کردم انا خرج کردم پولا انا 160 خالص بمون سلام میده شتونی کجا جونجوره خوب 160 خالص بمون خب 160 به خالص مونده دیگه پول نداری هیچی هیچ خوبه تو تلاشی کنم اینو چیه؟ این 160 این 160 اینو چیه؟ بله اینو چیه لیفان تو؟ به نیفان من آه. هیچی هیچی تو بس کن 160 فی اینو بابای پولایه اینا به ترا بیامدم بیافتم اینو بیفتی ها گردن من باید باشه بابا این پولایی که خلیفی زنگ نزده که تصویج ملک محتر بگیری بابا وردشه بگی که گناه من نشه تو چه پولایی نه. بردشی بدی؟ کجا تصویج ملک محتر گردن ما بند باشه بابا اگه لنگ ما ور داشته باشه اینا بیامدم به ترا خر بوتی پرتای بود اگه منجا دیدم به چینگ بوتا پول شماره کردم 9000 دروغ نگو اوه این تو کارم یاد داری یعنی دوزدی هم یاد داری اینو بیافتی آه. باشه اون گوشی هم پیش خلیفه زنگ زنیم اینو بیفتی یا خلیفی تو به ما زنگ زد که 1000 پولم برای بداد و 9000 پولم حتی سویجیوز محتر وردشه و چه جام شما وردشه بیا اومده و ایرات اومده دروغ میگه بابا ما دوزیم کف کت من دوزدیم تو طلبتی شوایم بکرده بیدی بابا کیسه دیگه چی نیه نه به کپ کیسه خونه ولی فهم خود کرده بیده پولا خب چه ریز کارو میکنی؟ تو چه ریز کارو کردی؟ با پیشم یه آدم ابرومر ببردی دروغ میگه بابا آخیشتر دروغ میگه آمی آخ پولا به سبرود آن بدر کردن لیفان تو بدر کردن پولا بیافتم اشته خرمندی بود که نه پیش گم شد که تو بیافتی 9000 پیش اشته آدم پولدار بوده ای نه که گیلک کلی تور میکنم تا به کی ما بوده بگم رنج کردی کمه ایتا نخزن بزن چند تا بزی بخیر. تو چپاته برو دیگه. کار نکنه برو دیگه بده برو بده پوست تو بده برو دیگه برو پنیرو بده دیگه سینه دیگه برو سینه دیگه برو بیارم گوشی که مزه زنگ بزنم آره بابا من شماره بگی آره بله لالا شنی تیاری خوبی شکر زنده باشه برو من معذرت میخوام خیلی معذرت میخوام خیر بین خونه شما باید که تو میراد رای کردیم بالاخره پولکا شما ان سرپا درست به تا کسی من الان میبرم در خونه شما برو با خدا برم میتو زدم که دلبند درم بنداختم میتو زدم آخ باید میزدم نگه که نمیزدی باید میزدم بابا بگیم پولام تانی فانی بود پولا را به لیفان خو کردی بیده ان پولا را به دست عباس رای میکنم به در خونه شما خیر بین خونه شما شرمنده برو معذرت خب به لیفان خو کردی بیده اینار میگو اگه بی شاگرد نمیشه زمستون بیکارم بیام خود شما هم به می سرویس ها میشینیم میایم پیش شما میام خوب به خیر هم حرکت نکنم به خیر خوشی خداحافظ شما خداحافظ خیر بین ان پولا را ما دست عباس رای میکنم در خونه شما خداحافظ بابا چی گفتم ان بگیر این پولا را ببر در خونه نو ان ما به خیر خوشی حرکت نکنم نه 9000 من حرکت نکنم میرم خود اینا میرم به
پیش موتر اینا میرم. شما خودی کار میکنی؟ دیگه مجبورم برم کار کنم. این کار دیگه نکرد دیگه. چیکار کنم؟ سمازم به بیکارم چیکار کنم؟ عباس. بله بابا. تو یک کار کو. یک دست رخت خودم یک کرتی دیگه می. خود یک بالش دی. خوبه. با من منو تیار کنه که من به خیر برم بلد کنم که به خیر حرکت کنم برم. بخوام که سمازم غنیمت هم برج 5-6 هزار میل. همون تاکید میکنه میری؟ دیگه چیکار کنم میرم بخوام که دیگه چیکار کنم چی بخوریم؟ خب برو.